سلام مجدد. بیشترین سوالی که اکثریت بچه‌ها میپرسن برای ساخته کاستوم مثل این چقدر هزینه لازمه؟ خب راهنمایی که براش استفاده کردم، راهنمای موتور اکسل 250 همون تریلایی که بقیه استفاده میکنن، حدوداً دونه 80 تومنه. یه دونه فرمون دستسازه که با لوله و خودش و جوشکاریاش حدوداً 1 پام در اومد. بیشترین هزینه رو شما از لاستیکا دارین. لاستیک جلوم لاستیک سیمی طرح گل ریسه که راحت تر باشه برای آسفالت، استیبل تر باشه برای حرکتتون. لاستیک عقبم مال بللی 300 که سایزاشو با عکس خود لاستیکو میذارم براتون. دقیقاً سایز لاستیکو اینجا میذارم و عدداشم این بغل. خب جدا از اون رنگ بدنه که تو خونه میتونی بزنی برای باک و کایتایی که براش درست میکنی، که اونم یه ویدیو جداگونه باید براتون توضیح بدم. روشن کردن موتورهای کاستومی مثل این که تو سبک برات استایل هارلی دیویدسون هستن یه استایل خاصی داره که اصلا مثل موتورهای معمولی تو نمیتونی روشنش کنی، چون به دل خودت هم نمیچسبه. همین زیبایی خیلی یادونم پرسیدین که این موتور برناوت میزنه یا نه. امتحان نکردم ولی امتحانش میارزه. قوی ندارم و هنوز گیربکسش تقویت نکردم و خورشیدی شد، مجبورم روی خاکی این کار رو انجام بدم. یه دقیقه صبر کن موتور رو بیارم. اینم از ثانی هم آورده. جکم من کندم رفتم داخل. حقیقتش طبقه حجم از قدرت رو ازش نداشتم، گفتم کم میاره. من برنات بزنم حفاری کردم پشمام. خب بریم سراغ بقیه ویدیو. میخواستم ویدیو رو بگیرم و یه لحظه رفتم خونه ویدیو رو چک کردم، اصلا هیچ چیزی پیدا نیست. یعنی بخاطر لنز دوربینه بردیم که اون یکی گوشی بود. من متاسفانه دوربین ندارم، با گوشی ویدیو میگیرم. حالا همین هم دوباره زدم بیرون که ویدیو بگیرم. یه تسترایل که داشته باشیم خیلی بهتره. ببخش من جارت میزنم، من به اینه که گاز میام چون صدای اگزوز زیاده و بادم میخوره بزنم، مجبورم عربده بزنم. الان شب شلوغه، سر زوره ساعت 1:45 الان خوابم. منم زیاد میخوام گاز ندم که اذیت بشم بقیه. خب نرم کله میکنه.
یه راید آفرودش هم بریم تست کنیم. چقدر این موتور آفرود میتونه استفاده کنه. لیز نمیخوره. بازم میرم همدن لیز بخوره. زنده این کامپیوتر بغل اشما آجی موتور رو دینم بکنی هیچ مرگش نمیشه. کجا بریم؟ مسیر رو بلد نیستم اینجا رو. بنزین هم فکرم ندارم. اصلا مسیر دیگه نداره اینجا. میگم مسیر دیگه نداره برای رفتن. ما مثلا ویدیو بگیریم بعدا گیر افتاده. بچه ها مسیر اشتباه بود. خیلی سایی بنده خودم باید بعدا بلورش کنم. شاید خودش نخواد. واه لیز میکنه. الان لیز خورد. عالی بود. ولی توی آفرود سیول ارزشایی که روی هوندا معمولی داری یا دیگه نداری، چون کمکات تقویت لاستیکات بزرگتر موتور سنگین شده. بچه ها وزن موتور الان با این همه شاسی و تقویت و تشکیلاتی که انجام دادم حدود 230 کیلو موتور شده. برای هوندا واقعا زیاده، ولی این گشت‌هایی که دارم ازش میگیرم واقعا راضی کننده است. آی خدا. چطوری خوشتیب؟ دستی کنه میدی برو دوربین؟ این سمت خونه. این چیه؟ اینو نداشتیم اینجا. فاک. چرا مسیر ما رو خراب می‌کنی؟ برای دوربین بتونه وزن رو تحمل کنه. قشنگ داره لین میشه روی دقیق. قشنگ از آز لین شدن موتور مشکل نداره. حالا یه دیگه هم از حد مثلا لین شدن و خوابوندن موتور روی بغل بدون میگیرم. فاصله براتون ویدیو بگیرم یا به خاطر کم بودن کیفیت ویدیو ببر. اولا از آخری خود لینک رو روی بغل بیار. بریم که داشته باشیم راید شب باید که بچه ها. چطوری زیبا؟ چه خبره دیگه؟ دقیقا نظری انگار نه انگار. حالا باید یه فکر باید یوتیوب تو هم بکنیم. میگم باید یه فکر باید یوتیوب تو هم بکنیم.
بریم یه جای 2 دقیقه چیل کنیم، بشینیم وایسیم. برو بریم. بچه ها موتور جدیدم قرار بعدا ریویل کنم ها. نکن جفرانه ها داری؟ امشب ساعت 1 ویدیو میره یوتیوب. ساعت 1 ویدیو میره یوتیوب امشب. بشین نگاه کلی بخند، هم طول روزمو ببین چی کارا کردم، هم یه موقع دیگه بذار فاصله بگیرم. بچه باید میشم از 125 و 250 برم 200 یا 250 بودم 200 200 یه مدت دیگه این موتور جدیدم میاد. موتور جدید راید شب با بچه ها متوسعه خیلی بیشتر حال میده با ماشینی ها. شاید از توز خود دور بزنیم. اوف لاستیک عقب چند تایی بود؟ لاستیک عقب خیلی پهنه زیاده. اندازه لاستیک توه؟ پهنی شاید اوکی آجی. میدونم چیزش خورد یعنی. آره راحت روی بدنه سوار شد. پدر پسری رو نگاه کن. یه کاستوم برات استایل خر بدون موتور نیو فیس جدید. در نیار کلا رو، بیا با کلا بریم تا آخر مسیر ویدیو قطع کنم. مسیر آدمه. او نه ترسان که چی میشه، بیا یه خیال. خب بذار قطعش کنم ولش کن. بچه هم میبینم اتون.
وقتتون بخیر. امیدوارم تا الان ویدیو که نگاه کردین لذت برده باشین و اینکه ساعت الان دقیقاً 12:54 دقیقه شب من هنوز دارم رکورد میکنم ویدیو رو و اینکه ادیتش میکنم خودم کاراش انجام میدم براتون میذارم داخل چنل دیگه. اگر کم کسری هستی که خودتون ببخشید، چاره نیست تا پول دستم بیاد و یه گوپرو خوب یا کامرامن درست بتونم پیدا بکنم، خیلی هنوز کار داریم. و اینکه ویدیوهای دیلی آپدیتمون هست، روزانه یا یه روز در میون حداقل یه دونه ویدیو داریم شورت تا بتونم میذارم دیگه. حمایت شما نیازه، انرژی بدین آقا. و بازم میگم موتور جدید توی راه، صبر کنین تا بعدا ریویلش کنیم. شب خوبی داشته باشین. پیس اوت.